در ناحیه فرخار ساختمانی 5 انشاءاتی نو از جمله 3 بینای معمولی، یک انشاءات 3 سالی و یک مرکز تعلیمی در مرحله انجامیابی قرار داشته. انشاءات مذکور روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داشت. در دایره وسعتی چنین تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ساختمانی باز یک بینای نوی معمولی و کارخانه دوزندگی ادامه دارد. از رفت کارهای آبادانی گزارش خبرنگاران ما. در ناحیه فرخار در اساس نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی در دایره وسعت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باید روزهای نزدیک یک کارگاه دوزندگی، 3 بینای نوی اساسیه استفاده برندگان آب جماعت‌های دیوات ناحیه و بینای فیلیال مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شود. کارگاه دوزندگی و فیلیال مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در جماعت شهرک فرخار برای تشکیل جایهای نوی کاری و به کسب آموزی جلب نمودن شخصان بشغل در همکاری با شریکان روش بنیاد گردیده انشاءات مذکور با شرایط ضروری جازانیده شده است. در فیلیال مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در ناحیه فرخار از روی بیش از 20 نامگوی اختصاصات جوان پسران جوان دختران به کسب آموزی فرا گرفته شدند که نمایندگی آن در ناحیه‌های همدانی و 5 ولایت ختلان نیز عمل می‌کند. طور مسئولین ابراز داشتند تا این دوره بینای فیلیال مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان از 2 حجره خرد کسب آموزی و 1 حجره کاری عبارت بود. بینای نو باشد از 2 تالار هنرآموزی، صنفخانه‌ها و 4 حجره کاری عبارت بوده. در آن امکان است که طبق روخت اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه نیز شهروندان به کسب آموزی فرا گرفته شوند. در ناحیه امروز از مبلغ‌های جمهوریوی ساختمان باز یک کارخانه دوزندگی در جماعت دیوات فرخار ادامه دارد که انشاءات مذکور از جانب رئیس ساختمان اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌گردد. در این دیوات ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان ساختمان قصر فرهنگ نیز با سرعت جریان دارد. در دایره چنین کارهای آبادانی در ناحیه ساختمان بینای نوی ریاست مالیه نیز آغاز گردیده است که لایحه ساختمان این انشاءات هنوز سال 2011 تهیه شده. طبق آن امسال باید بینای نو پورا ساخته مورد استفاده قرار داده شود. بینای نوی ریاست مالیه ناحیه فرخار با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌گردد. کارهای ساختمانی در تاکورسی انشاءات به اتمام رسید. حاضر کارها در ساختمان آشیانه یکم به انجام رسیده ایستاده است. ساختمانچی‌ها اقدام گرفتند که این بینای نو را تا مهلت معین شده به انجام رسانند. بینای نوی ریاست مالیه از 12 حجره کاری، تالار، آشخانه و بایگانی عبارت بوده. بعد بنیاد آن برای کارمندان شعبه خزینه‌داری، شعبه بنقشه‌گیری، بودجه و عموما کارمندان ساحه که عین حال در 4 حجره فعالیت دارند شرایط مساعد کاری و خدمت رسانی فراهم آورده می شود.